حق تیم داماش گیلان و مردمش خیلی بالاتر از اینه. با این تماشاچیایی که واقعا لذت بردم من از فوتبالشون در انتها. آقای زحمتکش، آقای نعیمی و هر کسی که هستی، بابا با 20 چند میلیارد پول اومدی داخل زمین، این هوادار رو بخوای صاحب شی؟ نمیتونی. اگر نمیتونی آقا بزن برو بیرون. فقط این نیم فصل تموم بشه ببینم دیگه چه بهانه‌ای دارن. ما یه نیم فصل شما رو تحمل کنیم. اگه دلتون با داماش نیست خودتون برید، وگرنه تو نیم فصل دوم جور دیگه ای باهاتون برخورد میشه. Ali Rabar Biya Balazada, Saydani Mashina, Mobin Jafarpur, Tifu Sina, a bread to fine to marsh. خانم و آقایان، بالاخره در اواخر آذر ماه پاییز از راه رسید. من اومدم، خیلی خوش اومدم. دیشب اومدم، خیلی خوش اومدم. آقا 2-3 هفته نبودیم، بازی ها خارج از خونه بود. یه بازی رو باختیم وقتی داشتیم میبردیم، یه بازی هم کلا زحمت کشیدیم نرفتیم. یک نمایش خیلی عالی داشتیم. و همین دیروز هم بالاخره حکمش اومد که بازی 3-0 شد به نفع نفت و گاز و همچنان رکورد 0-0-0 ما در خارج از خونه باقی. حالا امروز با خوش طلایی بازی داریم، تیمی که تاریخچه جالبی باش داریم. موقعی که تو لیگ 2 بودیم هر حال یکی از رقیبان مستقیممون بود، بعد که اومدیم لیگ 1 هم روال تکرار شد و حالا مدت ما بازی نکردیم تا رسید دوباره به امسال. و در واقع تا همین امروز خوش طلایی آخرین تیمی که ما رو توی سردار جنگل شکست داده و بعد خوش طلایی ما تو رشت نباختیم تا امسال که اینجا به مثل کرمان باختیم. تو کامنت های ولاگ قبلی یه دوستمون از داماشی های اهل بیرمنگام بهمون گفت که یه خورده گیلکی تو بود. باشه من سعی کنم، حالا ممکنه یه سری اصلا حالی نمیدونم چی گفتن دارم، ولی باش شاید اصلا ایتا ولاگ کلا با زبان گیلکی زبون بود. یه دوستی هم اشاره کرده بود که به علی رهبر بگیم موقع ضبط کردن تصویر گوشی رو نگاه نکن، به لنز نگاه کن. خوبه؟ رضا هم گفته بود چیز بازی 3-1 میشه. نظر تو رو داشت. امروز 3-1 میشه. آره. گل بالا. چه باخت چه پایین. بازی قبلم که ما حال گشتاران ما نرفتیم. حالا کلیپای بعدش ازش در اومد، آخرن که حکمش دیروز اومد. کلا نظر در مورد اتفاقات نظر اشتباه دیگه. یعنی تو مثل این میمونه که مثلا به کارایی حالا نمیخوام اون چیزی که تو ذهنم واقعیتش بگم، ولی به نظرم باید میرفتن، یعنی تمام تلاش میرفتن، اصلا سر بازی میرسیدن، مثلا ساعت 2:30 میرسیدن که حسن نیتشون ثابت میشه. آره ورنه منم بودم واقعیتش دروغ چرا نمیخوام طرفداری تیم شهرم بکنم، تیمی که عاشقشم، این آقایانی که الان تو تیم اصلا قطعا از هوادار که عاشق‌تر نیست و واقعیتش اینه باید میرفتن، هر جور شده میرفتن، یعنی نه نازی بود نه چیزی، هر جور شده باید میرفتن، هیچ چیزی هم نیست. حکم به نظرت کاملا عادلانه؟ به نظر من کاملا عادلانه. امروز به نظرت چی میشه؟ حالا با یه تیمی که همسایه مونه تو جدول، همسایه مونه، ولی خب ما با این تیم کمابیش بازیایی داشتیم، نتایج فکر نمی‌کنم جلوی این نتایج خوبی هم گرفته باشیم، جز یه بار فکر کنم 2 بار بود. و به نظرم میتونیم ببریم. امیدوارم که منطقی یه کار منطقی انجام بده، سیستم منطقی داشته باشه و بازی رو ببریم.
ماشاءالله دایی. آقا خب سلام خوبی اوضاع چطور؟ علی همه همون قبلیه. همچنان همون حرفای قبلی. آره همچنان همون. سلام آقا. اینجا ماشاءالله. آزاد ماشاءالله. رجا خودی بگی گل بزنم. ماشاءالله رضا نوکر بزن. آمین ماشاءالله. ماشاءالله موبی ماشاءالله موبی. بیاد بفیقنم. بازی شروع شده همین اول. بسم الله. ماشاءالله. چراغ اول روشن شد. اون موقعی که لیگ 2 بودیم گلشون همین شخص بود، وحید عزیزی. بودیم که زهرین با باش مشکل شخصی بود. پنالتی همه منتظر محمد رستمی میخواد پنالتی رو بزنه. ببینیم چی میشه. بعد میگن چرا بازی های داماش پنالتی نمیگیرن. بفرم این اول هم تمام شده آخر یکی جلو این. امیدوارم حسرت این پنالتی نخوره. به این روزا از خواب بیدار میشی یکی داره میگه آو آو آو، شب هم داری میخوابه یکی میگه آو آو آو. رسوا کردیم ما رو بابا. بعد برای ما پنالتی نمیگیرن. یه بارم پنالتی گرفتن بیا مبینم. نه می‌خواستم نگه دارم داریم مسابقه. نقش مکمل صادق علی بگی فعلا. بعد اینقدر برای ما پنالتی نگرفتن، یه بارم گرفتن ذوق زده شدیم. کلا این فصل پنالتی خراب کردیم. دو تا خراب ولی کردیم. گل به خودی رو خوب می‌زنه. ان شاءالله که نزدیک. آره. احساس کنم نیمه کلا دوم میگم من باختم که شده برای ما روال عادی، یعنی همش چپ و راست میبازیم. یا اصلا خودمون نمیریم که ببازیم. میبازیم داخل رشت میبازیم، داخل رشت نمیبریم. همه اتفاق این فصل دیگه گندش در اومده. از این ما مزخرف‌تر فقط امیدمون به نیم فصل. مثل همیشه گفتن بازم مثل همیشه ما امیدوار شدیم. فقط امیدوارم که این فصل حداقل واقعی باشه، کیک نباشه. صحبتایی که کردن گفتم ما بازیکن میگیریم، تا حالا هم که من ندیدم به جزای کلانتری بیاد اتفاقی بیفته. اصلا صحبتی من نشیدم کسی بازیکنی. یه بازیکن اومد سر زمین ان شاء الله مرتضی آقا خوبم هست. مرتضی آقا خان. حالا اسمی خوبه خدا شکر. ان شاء الله تو همون دوران اوجش برگرده تو داماش. ان شاء الله من شنیدم میگن یه 3-4 تا دیگه هم هست. مرخصی همش فیلم میگیری، بچه‌ها فکر می‌کنن داری از صادق بوقی 2 فیلم میگیری. همه دارن میگن سمت این علی بوقیه با این علی شوالاه. اول از تو داداش اول تو بودی من گذاشتم دیگه. من قبل اینکه فیلم‌های علی قبل اینکه صادق بوقی معروف بشه ما علی شوالا داشتیم. علی شواله همیشه پر در سایه بود. ولی علی خوبیش این بود که علی خوبیش این بود که فقط داماشی بود. معلوم نمیشه. نیمه دوم داره شروع میشه پوریا.
آب طلایی خوش طلایی باز کن لاش کرم داره. کرم دارم هست. بعد بازی یادمون باشه اینو چیز بدیم بازیکناشون بخورن. به هر حال تو این بارون خیس شدن دیگه، اینا باعث خشکی میشه قشنگ. ساق طلایی باشه، خوش طلایی بفهم. ولی با خوش طلایی رحم نمیکنه. خوشه رو میخوره. سید گلر میدونی کیه؟ گلر میدونی کیه؟ وحید عزیزی. آیا همونی که همونه. گفته بودی چه گلی میخوره. وای 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 چه گلی میخوری عزیزی، چه گلی میخوری وحید عزیزی، میشه جونتون تا باشه از این گلا. اینو محمد نشد دبل کنه به خاطر یه سری اتفاقات نامعلوم و فعلا به بیرون زمین هدایت شدیم. پس جایگاه خبرنگار رو سعی میکنیم بقیه بلاگو بگیریم. حیف من خواستم بیامین نیمه یکم بیشتر از هواداراتون بگیریم. فعلا شرایطش میسر نیست. ببریم و خیلی نمیشه. یه آدم دانایی گفته بود همیشه تهدید و تهدید به فرصت. سلام. گل مساوی برای بازم نبردیم، بازم مسابقی اعصاب همه خراب. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم خیلی که در شهر رشت هستم، یه شهر فرهنگی، یه شهر تاریخی، مرز شهری که شهر میرزا کوچکخان جنگلی نماد مقاومت و استقامت مردم گیلان و همیشه رشت برای من شهر خوبی بوده. امروز هم خیلی لذت بردم از این جو، از این
جو خوب و من فکر کنم حق تیم داماش گیلان و مردم رشت خیلی بالاتر از اینه. با این تماشاچیایی که واقعا لذت بردم، من از حضورشون در انتهام رفتم به سمتشون و تعظیم کردم بهشون که تو این بارون تو این شرایط میان تیمشون رو تشویق میکنن و من باعث افتخارم. نفر کادر فنی اومده روی تیم و رفته و الان به نظر من یه ثباتی گرفته. من خودم از روزی که اینجا بودم رفتم پیگیر تیم داماش بودم، همونجوری که پیگیر تیم فجر و شهر راز بودم با تیمای شهر خودم. بودم که حالا انتخابم کردیم، با افتخارم انتخاب کردیم، با سرمایه‌ای که داماش و رشت داره برای هوادار، تماشاگر، رسانه‌ها و تمام شرایط دیگه انتخاب کردیم که یه کار سختی رو انجام بدیم. وگرنه اگر که احساس می‌کردم که اتفاق خوبی نمیفته شاید خودمونم به دردسر نمی‌ذاشتیم، چون شناخت داشتم. البته با گشتارم چه اتفاقی افتاد؟ بلیط‌ها رو چرا نشون نمیدن؟ چرا مدارک رو نشون نمیدن؟ چرا ما با 3-0 باشیم؟ چرا با ته جدول باشیم؟ یه گفتم بازیکن ما روحیه نداره. حالا پولش رو که قراردادش رو ندادیم. هوادار باید با ساز کی برسه اون بالا؟ ما همچین هواداری نداریم. آقا چرا با این هوادار داری این کارو میکنی؟ آقای زحمتکش، آقای نعیمی و هر کسی که هستی، بابا با 20 چند میلیارد پول اومدی داخل زمین، این هوادار رو میخوای صاحب شی؟ نمیتونی. اگر نمیتونی آقا بزن برو بیرون. چرا با مردم رشت دارید بازی میکنید؟ با شما جسارتا پدرکشتگی ندارم، شما هم سرمربی انتخاب شده. چه کسی باید جوابگوی این مردم باشه؟ تمرکز نداشته باشه بازیکن برای شما بازی نمیکنه. اگر امیرخان قلعه‌نویی هم اینجا باشه بازی نمیکنه براش. کیروش هم باشه بازی نمیکنه براش. اهمیت نداره، تمرکز نداره. این هواداری که الان زیر بارون داره اینجا تشویق میکنه مثل زلزله، بابا تو هیچ جا نیست. بعضی اوقات فکر میکنم کجای راه اشتباه رفت. چی باید میکردیم که نکردیم. من فقط به خودم فکر نمیکنم، من به خیلی های دیگه فکر میکنم که از خیلی از مسائل مهم روزمرهشون صرف نظر میکنن که اون 2 ساعت رو تو استادیوم باشن و به تیم کمک کنن که برنده بشه. و وقتی تو بازی‌های پیاپی اینطوری ناکامی و وجود بیاد، واقعا خستگی تو تن همه میمونه. پیراهن داماش برای خیلی از نفراتی که این روزا به تنش میکنن به حد عجیبی گشاد. شاید حتی در یه حالت ایدئالتر نهایتا باید 2-3 نفر از این بازیکن‌ها بمونن و متاسفانه نمیشه کل تیم رو عوض کرد تو نیم فصل و فعلا باید با یه سریاشون بسازیم تا این فصل تموم بشه. واقعا متاسفم برای وقتی که از خیلی از هوادارا تلف داره میشه برای این نفرات، برای این مجموعه. واقعا متاسفم. شاید در یه حالت ایدئال میشد کلا بیخیال این تیم شد، ولی به هر صورت این تیم ماست. حتی اگه نفرات اشتباهی لباسشو به تن میکنن، حتی اگه نفرات اشتباهی دارن مدیریتش میکنن، اما این تیم ماست و مطمئن باشید یه روزی تیممون رو از شما پس میگیره. کلا از نیم فصل اول یه بازی خارج از خونه مونده، تو باید با سایپا تو کرج بازی کنیم. اگه ارزش رو داشته باشن تا کرج برن، بریم اونجا و احتمالاً هم ارزش رو ندارن که ببرن، حتی امتیاز بگیرن.
فقط این فصل تموم بشه، ببینم دیگه چه بهانه‌ای دارن، کلی اون وسط وقت استراحت هست، ببینم دیگه چه بهانه‌ای دارن میتونن تیمو تقویت کنن یا نه. به جای اینکه یه مش حرف مفت تحویل بدن، ببینیم در عمل چیکار برای اتمام حجت. اگه اومدین اینجا که فقط یه قراردادی داشته باشین و نهایتاً یه پولی بگیرین و براتون مهم نباشه که چه بازی انجام بدین، چه گندی توی زمین بزنین، همین بهتره که نیم فصل اول برین. ما یه نیم فصل شما رو تحمل کردیم، خودتون برین. اگه دلتون با داماش نیست خودتون برین، وگرنه تو نیم فصل دوم جور دیگه ای باهاتون برخورد میشه. چون همین الانش بوی سقوط به مشام میرسه. اگه با حضور شما آدمای بیخیال بخواد این اتفاق رقم بخوره، دیگه خودتون میدونید.